ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، حالا از سلسله خوانش بدیعی داستان استاد صدرالدین عینی داخونده را شنوید. گفتار 36. بنابراین بی هیچ اندیشه آنها را کشتن و خانه هاشان را سوزاندن در کار است. ملا احمد بی دادخواه گفت: ما باید این فرمایش را به غیور بیگ، اسمت الله بیگ و دیگران نیز رسانیده هممون از همه جا و برابر سر برداریم، وگرنه یگان یگان به دست اتردان فقرا افتاده همه تلف می شویم. حاضر خودی جناب توپچی باشی کجا باشند؟ گفته پهلوان دادخواه پرسید. همت علی جواب داد: وقتی که خط را به من سپاریدند در دره گردنی جوزا بودم. من هنوز از دره نبرآمده بودم که از یک طرف یک دست عسکر سرخ و اتردان فقرا پیدا شدند. مگر میر استاده با آنها جنگ کردن را مناسب ندیدند که با آدمان خود به تیغه های کوه صحت و سلامت برآمده رفتند. حاضر پادشاه ما بی پایتختند گویی چی؟ گفته ملا عبدالقیوم صدور خنده هزلامیزی کرد. بی پایتختی در یک پادشاه عیب نیست، خدا هم لامکان است. گفته مفتی دیگر تأثیری بدی را که از سخن موقع ناشناسانی صدور به اهل مجلس روی داده بود برطرف نمود. در این وقت به یک ناگاه صدای قرصاقرصی ملتق بلند شد. همه در دهشت افتادند. این صدا با عکس صدای کوهسار همراه شده دهشت را زیاد کرد. باسمچیان سنگها را سپر کرده به تیغه های کوه گریختند. تیر هم مانندی باران لیکن از پایان به بالا نگاه کرده میبارید. از میان باران تیر یک باسمچی معلق زنان به پایان غلیده افتاد. داخونده که پیشا پیشی فدائیان می آمد دویده به سر باسمچی از کوه افتاده رسید که علی مردان است و جان می کند. داخونده پس از یک دقیقه بر روی علی مردان نگاه کرده ایستادند. این جزای گناه آخرین توست که بیچارگان را کشته قشلاق خودت را سوزانده از دست ما گریخته بودی. حیفا که گناهایی که از این پیش در مدت عمرت در حق ما بیچارگان کرده بودی بی جزا ماند. گفته با دشمن دیرین خود ودای آخرینش را کرد. فصل 35. مسلمان کشی. سال 1925 بیشترین محنتکشان تاجیکستان خواه ازبک باشد و خواه تاجیک در میدان مبارزه با باسمچیان برآمدند. حتی فقرای بی عراق هم کلتک ها را به دست گرفته کلتکداران سرخ گردیده گروه گروه شده باسمچی کاوی می کردند. زندگی باسمچیگری سخت شد. اول روی راست در آبادی قدم می ماندند یا کشته می شدند و یا دستگیر. این احوال پای باسمچی را در لرزش آورد. از یک طرف فقیران دسته دسته شده خود را به دسته های فدایی می نویساندند. از طرف دیگر از نفران باسمچی آنهایی که از ضرورت و یا که به اغوای قرباشیان و دلالت ملایان فریفته شده باسمچی شده بودند 5 10 آمده به حکومت یراقشان را سپرده تسلیم می شدند. باسمچیان را مجال آن نمان که روی راست به میدان برآیند، چه جای آن که به اسکران و یا به اطرت‌های فدایی مقابلت نمایند. باسمچیگری جان می کند، اما مانند آن مار یا کژدمی که در وقت جانکنی سخت‌تر نیش میزند به وحشانیت درآمد. در این باره عبدالرحمن پروانچی که به طرف ضدی گریخته شده بود به خالمراد و رازق نام باسمچیان این مکتوب را فرستاد. عیناً نوری چشمیان خالمراد و ملا رازق و جمیع عسکریه را بوده بود که دایی به طرف ضدی آمدی کارهای حیرت آمیز شماها را دانسته
زیاده خرسند گردیده هر کس بد باشد حوالش را در خدا کردیم. بنابراین آگاهی داده می شود که در هر کجا یار دوستتان باشد و میلیتسیه های می برآمدگی باشد خط و تعیین کنید که برآیند و نیز میلیتسیه های طرفی ورزاب ضدی بودگی غایب و رحمت الله همگی برآمدند، قطعی شدند. اگر بدایی فرزندی می کرده باشید و از خدا و شریعت امید داشته باشید، از مسلمانی بیدین و بیدیانتی نیتش گشتگی یافتگیتان را تا 500 نفرش را قتل کرده مال و اموالش و خانوادهش را علو زده رفتن گیرید. اصلا رعایت نکنید. البته و نیز در کجا که اسب خوب باشید دیدید فوری گرفته قبض دست خود نمایید. البته ضرور است اگر بدایی فرزندی را دریغ ندارید در گپی دایی عمل نمایید. باقی السلام علیکم. مهر عبدالرحمن پروانچی، لشکرباشی غازی. ابراهیم بیک هم که در کوهسار سرسرک سرسری می گشت به مفتی صدور علما عبدالله دادخواه و حیدر قلیبی این مکتوب را نوشت. عیناً فضیلت پناهی و مفتی صدور دعاگویان اسلام امارت پناهان عبدالله بیک دادخواه و حیدر قلیبی را بوده می دارد که به مرحمت افزون الهی از هر وجه سلامتی و خاطر جمعی می باشد. امارت پناها رقیمه مرسول داشته هاتان آمده رسید. چگونگی را دانسته از خصوص شهادت یافتن امارت پناها اسمت بیک دادخواه متاسف گردیده و پریشان حال شده باز به قضای الهی تن داده شکرانه بندگی را بجا آورده از آیات کریمه خوانده دعای خیر نموده شد. خداوند عالم به جواری رحمت لایزالی شاد کناند. آمین. عسکری تاجیکیه از روی خواهش کلام خرد حیدربی را افاده داشته بودند. خرسند شده امارت پناهی مذکور را به ارونی اسکرباشی تعیین کرده شد. بنابراین به شمایان آگاهی داده می شود که هر دویتان یک آدم شده اسکریه را هجوم کرده علاجی باشد تا 6 ماه همراهی کفار جنگ نکرده مسلمان کوشی کنید. به کدام موضع خواه از علما خواه از فقرا نام حکومت را به زبان گرفته رغبت کرده باشند بتون قتل عام نموده خانه اشان را آتش زده ابگار گردانید. چه مقدار غیرت کنید که کاری شرع است از ایشانی مفتی سوال کنید. فتوا بودگیست و نیز اسمت الله بیگ را 3 نفر شهید کرده است. باید که اهل و اولاد و خویش و اقربای آنها را تماما قتل کنید و نیز عسکریه هاتان را به ضربه کرده از کولاب و قزلسو و کنگورد کوهی سنگلاق و کوهی سرسرک و کوهستان سیل یافتگی مسلمان را به قتل رسانیدن گیرید. اتفاق شوید و سلامتی و چگونگی زود معلوم نموده فرستانید. البته و سلام. سال 1344 هجری نبوی. مهر ملا محمد ابراهیم بیک بی دیوان بیگی و توپچی باشی لشکرباشی بینی چقبای تخصبا. امروزها در حقیقت 2 صنف روی راست به مقابل یکدیگر به میدان برآمده بودند. باسمچی که تا حال همه وحشانیتش را به نام حمایت کردن مسلمانان می کرد روی راست به مسلمان کشی در آمده بود. البته هر مسلمان را نمی کشت. حتی مفتی صدور و امارت پناهان را که اینها هم مسلمان بودند برای کشتن سایر مسلمانان هر مسلمانی که نام حکومت را به زبان گرفته باشد و به حکومت رغبت کرده باشد کار می فرمود. طبیعی از کدام طبقه بودن رغبت کنندگان حکومت معلوم بود. اینها عامه وسیع مهنتکشان بودند که با راهبری فرقه کمونیستی و حکومت شورایی و با یارمندی اقتصادی آن درست کردن زندگی خود را می‌خواستند. باسمچی سیمای صنفی خود را چنان روی راست کرده بود که برآمدگاه اجتماعی دشمنان خود را هم نمی‌بخشید. کشتن ایل و اولاد و خویش و اقربای کشندگان اسمت الله بیگ را نیز امر می‌فرمود و با این کار خود از ایشان مفتی فتوا می‌پرسید. طبیعی مفتی هم در این باره فتوا دادن را دریغ نمی داشت.
تیمور ایناق نام یکی از سرکردگان باسمچی به چند نفر فقیرانی که به حکومت رغبت کرده بودند خط کرده در یک جای مکتوبش می نوشت: عیناً تا شما پدر لعنت ها را به قتل رسانیده اهل بیت شما را اسیر کرده آورده نابود نمی کرده باشم، در دنیا یک روز نمی گردم. فقیران هم تا حال به کجا رفتن و چیکار کردن خود را نمی دانستند. راهبری‌های عملی و یارمندی‌های اقتصادی فرقه و حکومت را دیده دوست را از دشمن فرق کرده بودند. به فقیران قناعت حاصل شده بود که برای درست کردن زندگی آسوده نیز کردن باسمچیان و طرفداران ایشان شرط اول است و این را هم دانسته بودند که نیز کردن باسمچیان به اشتراک عامه وسیع منفعت دار ممکن نیست. به سبب همین بود که عامه به مقابل باسمچی برخاسته بود. حتی آنهایی هم که از حکومت به دستشان یراق نرسیده بود کلتک و چوب دسته ها را گرفته کلتکداران سرخ شده به مقابل باسمچی می برآمدند. فقیران گروه گروه از طرف باسمچی کشته می شدند، اما این کشته شدن ها خون زنده ماندگان را به جوش آورده عامه را زیادتر به میدان مبارزه می کشید. قشلاق ها می سوخت، اما این سوختن ها مانند سوختن شفق شامی از روز روشن آفتابناکی آینده خبر می داد. فصل 36 غضب عامه. سنگ از پسی سنگ آمد، داخونده به جنگ آمد، از دست فداییان باسمچی به تنگ آمد. در کوهستان گل روید، چوپان دختر گل بوید، چرک باسمچیان را خون باسمچی شوید. ابر نیسان می بارد، کافرنهان می شارد، مادیان سواری ما سری باسمچی آرد. در سال 1925 مینتکشان تاجیکستان به مقابل باسمچی برخاسته عامه مادیان سواران با راهبری فرقه و حکومت و یارمندی اسکران سرخ کوه و دشت و دره را فرا گرفته بودند. عامه به غضب آمده از شارپایه تا فیض‌آباد، از حصار تا رامید و از دهنه تا شیرآباد باسمچی کاوی می کردند. باسمچی هم آخرین قوت خود را در میدان انداخته خون می ریخت، دیه می سوخت و خاندان ویران می کرد. اما عامه به غضب آمده که در این 5-6 سال باسمچیگری از همه چیزش جدا شده بود، اکنون از هیچ چیز نمی ترسید. اکنون می خواست دشمنان خود را نیز کرده با راهبری و یارمندی فرقه و حکومتی خود زندگانی آسوده برپا کند. در این راه هر گونه مانع باشد از میان برداشتن می خواست. بنابراین مانند کسانی که به توی عروسی می رفته باشند غزلخوانی و نقشگویی کرده به جنگ می رفت. داخونده به صفت یک بلشویک پیشاپیش فقیران می دوید و مانند قهرمانان افسانگی سنگ از پسی سنگ آمد، داخونده به جنگ آمد، از دست فداییان باسمچی به تنگ آمد گویان خودستایی می کرد. عاقبت غضب عامه غالب آمد. دسته های غیوربیک، اسمت الله بیک، شریف بیک، بطر بیک و 21 قرباشی دیگر تارمار گردیدند. عبدالرحمن پروانچی هم که در کوهستان زدی گریزه شده میگشت از غضب عامه خلاصی نیافت و در یغناب دستگیر شده سرش از تن جدا شد. تیمور ایناق، عبدالعزیز خانقاهی و چند نفر قرباشیان آنها نیست نابود گردیدند. یک قسم قرباشیان و باسمچیان از دست غضب عامه به تنگ آمده دست به دامان بخشایش حکومت زده با یراقهای خود تسلیم شدند. اکنون در میان تنها ابراهیم بیک مانده بود. مانند پیغمبری بی امت در گرد خود غیر از چند نفر نزدیکان خود کسی نداشت. ابراهیم بیک در میدان مانده بود، اما در کجا بودن او را کسی نمی دانست. امروزها او را
تنها تیغه های کوه ابر ناگذر و دره های تنگ آب ناگذر نگهداری می کردند. فصل 37 انجام. تابستان سال 1926 در کوهستان سرسرک بر تیغه کوهی که در آنجا نه آب بود و نه آذوقه، ملا محمد ابراهیم بیک دیوان بیگی، توپچی باشی، لشکر باشی، بینی چقبای تخصبا با 25 نفر نزدیکان خود 4 ماه باز خوابیده بود. این همان جایی بود که ابراهیم گلو از همین جا خروج کرده به مرتبه توپچی باشیگی، لشکر باشیگی رسیده بود. لیکن این وقتها این کوهی سنگدلی سخت رو مهربانی های پیشترش را نشان نمیداد و به فریاد و زاری های پناهنده خود هیچ التفات نمی کرد. آخرین مایه زندگی هم که از یک جوال گندم بریان بیش نبود به پایان رسید. چاره نیست، باید که یک اسب خود را کشته خوریم، گفت ابراهیم به آدمان خود. اسب را کشته تار کشیدند و پوستش را هم با آب جوش پر کردند، نمک زدند. اما دیر نکشید، این هم تمام شد. در روزی که آخرین پارچه پوست اسب را جوشانده آبش را به جای شوربا می نوشیدند، ابراهیم به آدمان خود گفت: با این حال زندگی ممکن نیست. 2 نفر جانسپار در کار است که جان خود را به دست گرفته با پایان فرآید. شاید قوت لایموت یافته برای ما آرد. 1 نفر به این خدمت طلبکار شده از میان برخاست و دستش پیش گرفته رخصت طلبید. آفرین به فداکاریت، گفت ابراهیم. اگر در زمانهای صاحب دولتی هم در خدمتی من می شدی، ترا به این جانسپاریت در یک ولایت حاکم می کردم. حاضر ترا زبانی دادخواه کردم. هرگاه یگان پارچه کاغذ یابم، یرلق این عمل را به تو می دهم. و 1 نفر نوکری کهنه خود را به وی همراه کرده رخصت داد. آذوقه جویان از چشم پنهان شده بودند که به دل ابراهیم حول افتاد. ای دریغ، صد دریغ، چرا این آدمی نوآمدی ناآزمود را برای کار فرستادم؟ طور نیست که خیانت کرده مرا دستگیر کناند. گویان ابراهیم دوربین خود را به دست گرفته و به قله کوه برآمده در پس سنگی نشسته دیدبانی را پیش گرفت. هر سنگ، هر سیاهی به نظرش عسکری سرخ و اطردی محلی می نمود. دلش می لرزید و عاقبت تاریکی به نظرش نمایان می گردید. علاج واقع قبل از وقوع باید کرد. گویان از جایش خیست، زنان خود را در جای دورتر و قرارگاه خود در جایی که سال گذشته زن و فرزند فقرای اطرد شده را به آنجا برآورده، به اطرافشان پاسبان مانده از گرسنگی کشانده بود، به دست خود برده پنهان کرد و دوباره دوربین خود را راست کرده به راه پایی در آمد. در گرنیزان سرسرک احوالی پرتشویشی می گذشت. چرا از داخونده درک نشد؟ اگر زنده می بود باید تا حال می آمد. تا حال 1 هفته غایب شده، رفتن او را کسی ندیده است. مبادا به سرش یگان فلاکتی روی نداده باشد. با میلتیق رفته بود یا بی میلتیق؟ میلتیق 11 تیره غیربیگ را که در روز کشته شدنش غنیمت افتاده بود با خود داشت. این گونه گفتگوزار پربیم و امید هنوز به پایان نرسیده بود که پیاده ای از دور نمایان گشت و همه چشم ها به طرف او دوخته شدند. 1 نفری که با دوربین می نگریست. خودی داخونده است، گفت و علاوه کرد: به دستش 2 میلتیق دارد. پیاده به گرنیزان رسیده آمد. دیگر به کسی درباره داخونده بودن این پیاده شبهه نماند. چه گپ؟ چرا دیر رفتی؟ این میلتیق را از کجا یافتی؟ درکش را یافتی یا نی؟ داخونده به جواب این سوال ها که از هر طرف و بالای هم می آمد همین قدر گفت که یافتم، اما گریختن مصلحت نبود. امروز بهانه یافته با رخصتی خودش برگشتم. کسی را که به من همراه کرده بود نابود کرده، میلتیقش را گرفتم. تیار شوید که فرصت از دست نرود. عسکران سرخ و فدایان در 10 دقیقه تیار شده به راه برآمدند و پیشاپیش دسته داخونده. سنگ از پسی سنگ آمد،
داخونده به جنگ آمد از دست فداییان، باسمچی به تنگ آمد گویان ترانه می کرد. دسته به کوه پایه رسیده بود که ابراهیم بیجا نبودن شبهه های خود را دانست و به کوه جلانتاغ نگاه کرده به در کند و در آنجا 12 روز پنهان مانده باز یک اسب خود را خورد. دسته به آنجا هم پی برد. ابراهیم از آنجا گریخته به بیشریق و از آنجا به سرچشمه رفته از مردم آنجا گوبسر طلب کرد، ندادندش. دسته پیش کننده نزدیک رسیده بود. ابراهیم دید که اگر سستی کند در پی گوبسر سرش از دست خواهد رفت. زود گریخت و به بیش کپه رفته با 20 چند نفر همراهان خود در آخرهای ماه ایون سال 1926 پا برهنه خود را به دریا زد. 5 نفر نوکرش از تیربارانی که او را به طرف افغانستان پیش می کرد به درون دریا تلف شدند و خودش با 21 نفر نوکر زنده ماندهش به افغانستان گذشته جان خود را از دست مردم خلاص کرد. قسم پنجم، فصل یکم، گشتم تگی بوریا. در ماه دکبر سال 1926 شهر دوشنبه با یک زینتی از عادت بیرون آراسته شده بود. گویا که شهر را آیین بسته باشند، هر طرف چو آینه مصفا بود. در سرتاسر کوچه ها شیشله های کاغذ های رنگارنگ را تار کشیده در بندرگاه ها دروازه های بلندی سبزبندی شنانده بودند. در پارچه های الوان شعارهای زنده باد انجمن یکم شوراهای کارگر، عسکر و دهقان تاجیکستان مختار، زنده باد انجمنی برپا کننده تاجیکستان مختار شورایی و زنده باد خوجین تاجیکستان را با خطهای جلی نوشته به در و دیوارهای اداره خانه ها و گذرگاه ها آویخته بودند. در و بام خانه های خصوصی هم از علوچه های سرخ خالی نبود. شهر از آینده و روندت پر بود. چایخانه های سرخ از نغمه های رباب و تنبور و دوتار و دنبک می جوشیدند. کلوب ها با آواز غلغلناکی سخنوران که به عامه حساب انجمن یکم را می دادند می خروشیدند. تسمه های کینا، منظره های مسکوی سرخ و لوحه های جنگ و جدال صنفی و هموطنی SSSR را به پیش چشم عبرت تماشابینان می نمودند. کرنه های رادیو نغمه های گوشه های دوردست دنیا را آورده به گوش چارق پوشان کوهی می سرودند. مهتابه های غازی، شب افروز و چراغ های الکتریکی تاریکی سوز بودند. در این شب که از روز روشنتر بود، داخونده و گلنار پهلو به پهلوی همدیگر تکیه داده بازو به بازوی یکدیگر گذرانیده تا ساعت 1 شب شهر را گردش کرده عاقبت به منزلگاه خود برگشتند. منزلگاه آنها یکی از خانه های بی صاحب مانده دوشنبه بود که پس از تمام شدن باسمچیگری با رخصتی کامخواست به وی در و بستی کرده در آنجا می نشستند. داخونده در پیش خانه خود دستش را از زیر بازوی گلنار که هیچ سر دادن نمی خواست به زور کشیده گرفته از جیبک خود کلید را برآورده در را گشاد و گوگردی زده چراغ را درگیرانید. خانه از جهت اینکه تاکهایش از چینیوار و رواقش از بغجامه خالی بود نیم اروپایی می نمود. لیکن بجای فرش و پل در زمینش بوریایی انداخته بودند که از بین بافته های آن خاک های دمیده نمایان شده می ایستاد. یک طرف خانه را یک کتی چوبینی دو کسکی به بالایش یک جای خوابی ساده با جای پوشی صوفی پهن کردگی بود زینت میداد. داخونده چراغ را بروی کرسیچه چوبینی که به پیش کت ایستاده بود آورده نهاد و هر دو از غایت ماندگی بی آنکه لباسهای خود را از بر کشند پایهای خود را به زمین دراز کرده به لب کت نشستند. گلنار که پهلو به پهلوی داخونده نشسته بود یک دست او را با یک دست خود محکم گرفته دست دیگرش را از پشت به بغل وی گذرانید و سر خود را به سینه او گذاشته با چشمان نیم پوش خواب آلوده‌ای به زمین دوخته خود به خیالات فرو رفت. داخونده هم
گویا که خیالش به یک کار مهمی بند باشد، چشم خود را به گوشه مقابل سقف خانه دوخته در دریای اندیشه غرق شده بود. گلنار قدری به خود آمده چشم خود را گشاد، لیکن بی آنکه سر خود را از سینه داخونده بردارد، گویا که پلاس و بساط خانه خود را تماشا می کرده باشد، با افتای خاک دمیده بوریا را یک یک از نظر گذرانید و گپ سر کرده. در کنار صورت خانه های آزاده و باغچه های زیبا را دیدم. در آنگونه خانه ها زندگانی کردن با کس میسر شود؟ گفته آرزوی دلی خود را به همخانه عمری خود معلوم کرد. داخونده در جوابگویی دیر نماند. بابایان گفتند که خانم کازه باشد دلم تازه باشد. دیگر اینکه حالا وای مار نیمی؟ گویان فریاد کرده گوشه خانه را نشان دادن گلنار سخن داخونده را برید. داخونده با یک خیز خود را به آن گوشه خانه رسانیده دید که در واقع مار است و میخواهد که گریزد، اما از بس که از سردی هوا کرخ شده بود، بجز در زیر بوریا گرفتن نیمه بدن خود دور رفتن نتوانست. داخونده با پایهای موزه‌دار خود از روی بوریا سری مار را پخش کرده 2-3 بار سخت مالش داد. مار پس از آن که یک چند دقیقه نیمه پایان بدن خود را پیچ و خم خورانده از حول جان به هر سو زد آرام گرفت. مار مرده بود. داخونده با یک دست خود از دم مار گرفته، با دست دیگرش بوریا را برداشته خواست مرده وی را از تگ بوریا کشد. به نظرش یک جاندار دیگر نمایان شد که مانندی سوزنک آبی بر روی خاک چالاکانه می دوید. گلنار چراغ را پیشتر بیار، گفته داخونده فریاد کرد. گلنار که از ترس مار خود را بر روی کد گرفته بی‌حس و بی حرکت مانده بود، یادگار را در تهلکه مانده پنداشته با یک فداکاری عشقبازانه چراغ را برداشته به پیش وی دوید. داخونده با روشنایی چراغ دید که از آن جانداری به نظرش نموده اثری نیست. نترس، کار مار را تمام کردم گویان همچنان از دم مار برداشته از در بیرونش انداخت. کار مار را تمام کردم، لیکن گمان میکنم که در تگ بوریا کژدمی هست، گفت. گلنار چراغداری میکرد و داخونده بوریا را برداشته هر طرفی زمین خانه را از چشم میگذرانید. گمان داخونده درست برآمد. یک کژدمی سبزی کلان که دمش تخمینا 12 بند بغون داشت سراسیموار به هر طرف میدوید و سری خود را به زیر خاک میخلانید، اما راه نمییافت. داخونده هم از دنبال کژدم میدوید، عاقبت در زیر موزه خود گرفته وی را هم پایمال کرده آسوده شد و بوریا را جا به جا تخت کرده باز با گلنار به لب کد رفته نشسته نفس خود را راست گرفت. شما از سلسله خوانش بدیعی گفتار 36 را از داستان استاد صدرالدین عینی داخونده شنیدید. راوی حبیب الله عبدالرزاقов.